آویزن من شب دلا من بلات ما بختیاریا من بلات ما بختیاریا تشب چاله ها برچی زنه هندری نواسایی منه هفتایی زنه من شب دلا من بلات ما بختیاریا من بلات ما بختیاریا به نام آفریدگار توانا. سلام گویل و ددویل عزیز و خمتبار. فرهنگ پهلوانی و جوان مردی و بزرگی من بختیاری قصه دیرینه ای داره. پهلوانی فقط به زور بازو رهدن و نرهیل بیدن نی. مرام و مسلک پهلوانی جوان مردی و بزرگی و گذشت و اخلاق خوب هم اطلبه. عشق به میهن و وطن من خین جوانای بختیاری. یکی از ورزشایی که پیایل پر افتخار بختیاری حرف زیادی سی گدن منش دارن وزن برداریه. جهان پهلوان اردشیر شمس یکی از قهرمان‌ها و پیشکسوت‌های این ورزش من استان که افتخارات زیادی سی کشورمون به دست آورده. کسی که من مسابقات جهانی پیشکسوتان جهان و چوکای پر افتخار بختیاری پرچم ایران بالا برد. بسم الله الرحمن الرحیم. اردشیر شمس هستم، قهرمان سالیان سال گذشته وزنه برداری ایران و قهرمان چندین دوره وزنه برداری جهان، فرزند ایل بزرگ بختیاری از طایفه عرب کمری در استان خوزستان. تونستم تا به امروز بیش از 80 مدال برای کشورم استان خوزستان تا به امروز کسب کنم و 10 بار پرچم پر افتخار کشورم رو در اقصی نقاط جهان به اهتزاز درآوردم. خوشحالم که توانستم دین خودم رو به کشورم و به مردم کشورم ادا کرده باشم. ده بار در پیشکسوتان جهان اول شدم که در کشورهای مختلف مثل اتریش، فرانسه، آلمان، یونان، اوکراین، نیوزلند، فنلاند و کشورهای دیگه شرکت کردم و هر بار هم خوشبختانه تونستم در بین بیش از 40 کشور شرکت کننده مقام اول رو برای کشورم به ارمغان آوردم. یکی از این مسابقات پیشکسوتان که در کشور بوداپست مجارستان برگزار شده بود، در بین 43 کشور جهان و 514 شرکت کننده نه تنها اول شدم بلکه به عنوان برترین وزنه بردار سال دنیا معرفی شدم که این بهترین هدیه است برای علاقمندان به ورزش هست و به هر حال انگیزه‌ای بشه برای افرادی که علاقمند به ورزش هستند که نگن سن دیگه در ورزش
خط پایان ورزش. در حال حاضر سنم 64 سال هست و میشه گفت حدوداً 46 سال در صحنه ورزش وزنه‌برداری حضور دارم و به هر حال توی سنین جوانی علاقه‌مند بودم به این رشته که در شهر مچه سلیمان فعالیت خودم رو زیر نظر مربیان اون زمان که تجارب به اندازه اون زمان داشتند انجام دادم و تونستم بعد از 6 ماه فعالیت تمرینیم انتخاب شدم به اردوی تیم ملی جوانان کشورم اعزام مسابقات جهانی به کشور لهستان و در کشور لهستان با توجه به اینکه 55 کشور حضور داشتند تونستم در بین این تعداد کشورها مقام 5 جهان رو برای کشورم کسب کنم. عرضم خدمتتون که در دوران جوانیم در اوزان وزن 82.5 کیلو تونستم 150 کیلو در حرکت یک ضرب بالای دستم نگه دارم و در حرکت 2 ضرب در مسابقات قهرمانی آسیا 195 کیلو. ولی خب وقتی که سن بره در رده پیشکسوتان با همون نسبت عضلات یک ورزشکار تحلیل میره، ضعیفتر میشه. در حال حاضر در 10 مسابقات جهانی که شرکت کردم در پیشکسوتان هر 10 بار اول شدم و هر 10 بار هم رکورد در رده‌های سنی مختلف رو ترقی دادم و به نام ورزشکار ایرانی که به نام من هست ثبت کردم. در حال حاضر در رده سنی 60 تا 64 سال تونستم 105 کیلو در حرکت یک ضرب بالای سر ببرم و در حرکت 2 ضرب 140 کیلو که انشالله در 2-3 ماه آینده که بتوانم در مسابقات جهانی شرکت بکنم قطعاً با همین توان و همین رکورد ضمنی که رکورد رو جابجا خواهم کرد انشالله مقام اول رو هم کسب خواهم کرد. یکی از آرزوام این بود که لباس بختیاری که لباس داییای من هست یا همون چوغا که به عنوان نمادی در حال حاضر از نژاد بختیاری معرفی شده، آرزوم بر این بود که در مسابقات ورزشی بتوانم این لباس رو به بینندگان در سطح جهان معرفی کنم. در 3 سال پیش در مسابقات قهرمانی جهان که در کشور فنلاند برگزار شده بود برای گرفتن مدال 8 قهرمانی جهانم لباس چوغا رو با خودم بردم و گفتم اگر اجازه دادن که معمولا قانون اجازه نمیداد با رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جهان صحبت کردم که مردم کشورم مردم استانم از من خواستن که از شما درخواست کنم اجازه بفرمایید با این لباس
که لباس نمادین یکی از اقوام ایرانی هستند رو من در روی سکو بپوشم و مدالم رو دریافت کنم، که خوشبختانه رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جهان ایشون هم به حرمت مدال‌های قهرمانی گذشته من و زمانی که به روی صحنه می اومدم سعی می کردم اون اصالت یک ایرانی بودن خودم رو به دنیا نشان بدم و همیشه در صحنه مسابقات سنگین‌ترین وزنه رو بزنم، رئیس فدراسیون ایشون هم موافقت کردند و برای اولین بار یک ورزشکار ایرانی که تونست با لباس غیر ورزشی برای دریافت مدال در سطح جهان بر روی سکو قرار بگیره و من با این لباس تونستم مدال و افتخارم رو کسب کنم و پرچم پر افتخارم و سرود ملی کشورم هم اونجا نواخته شد. ورزش پهلوانی در ذات وجود هر ایرانی میتواند باشد، ولی حضرات بختیاری چون به هر حال اینا از بزرگزادگانی هستند که همیشه در گذشته تا به امروز شجاعتشون رو نسبت به حفظ و آرمان میهن انجام دادنه، یونه که ما بختیاری ها و قوم عربی که در دل بختیاری ها رشد کردیم و بزرگ شدیم و بیش از 400 سال در ذات بختیاری ها جا داشتیم و جا داریم، اینه که این پهلوانی در خون و رگ پوست اقوام ایرانی خصوصا بختیاری ها ما دیدیم و امیدواریم که فرزندان ما هم این راه بزرگان گذشتگانمان را زنده نگه دارن، توی احترامات به بزرگترها، توی بخشش در کارهای مختلف و توی مسائل ورزشی سعی کنن قدرتشون رو به نفع جامعه به اصطلاح به کار ببرن و همیشه افرادی که به اصطلاح در رده پهلوانی قرار گیره اون برگرده به شخصیت اخلاقی و اون منشی که مطمئنم همه بختیاری هایی که امروز گفتار بنده نبینن لذت برن از جهت اینکه جوانای ما بایست این خصلت رو حفظ بکنن، چون تنها یادگاری از حضرات بختیاری، بزرگان بختیاری، همین شجاعت و غیرت و بخشندگی و مبارزه برای سرزمین کشور عزیزمون هست. بتوانیم در مسابقات مهم شرکت بکنیم، اون اسم و اصالت آرمان عید غیور بختیاری رو فراموش نکنیم. ما ورزشکاران الگوی خودمون رو از درون خانوادهمون و از بین ورزشکارامون انتخاب میکنیم و هر چقدر که سطح رکورد و توانتون بالاتر میره، مثل درختی که شاخ برگاش رو به زمین فرو میان و شماها بایستی برای نسل جوان امروز ما الگویی باشید که جامعه به وجود تک تک شما افتخار بکنه. مرجنگ خدا دونه جنگ تو پنگ، مردور
خدا دونه دورت ناجوره مر اوزی خدا دونه جنگ برنازی مر اوزی خدا دونه جنگ برنازی. با توجه به اینکه این برنامه‌ای که الان بنده در خدمتتون هستم برنامه همدرنگ هست که بیننده زیادی داره و ما انتظار دارم به خاطر فرهنگسازی این کار هماهنگی داشته بون با افرادی که در این راستا قدم وردارن برای حفظ آرمان اصالت‌ها و غیرت‌هایی که در وجود تک تک عیسی بینندگان عزیز هست. یعنی که انتظار دارم این برنامه همدرنگ رو حداقل اگر نمیتوانید حمایت‌های همه جانبه رو داشته باشید حداقل بیننده باشید که این عزیزانی که دستاندرکارانی که کار زحمت بر دوش اونون هدن حداقل دلشون بیه خوش بود که حداقل بینندگان زیادی رو در سطح استان و در سطح کشور دارن. چقدر خوبه آدم همیشه ز افتخارات گذشته و پیشکسوت‌ها و کسایی که با عزت و سربلندی سی کشور و سرزمینمون افتخار آفریدنه یاد بکنیم و تجلیل کنیم. یکی دیگه از قهرمان‌های قدیمی و پر افتخار ورزش وزنه برداری استاد منگشتی امیریانه که به اتفاق جهان پهلوان اردشیر شمس سراغ سه گرهدیم و رهدیم به هونس و گفت و لفت صمیمانه‌ای و این قهرمان بزرگ ترتیب دادیم. بیننده های خوب و عزیز و دوست داشتنی برنامه همدرنگ، ما الان خدمت یکی از اولین های نه تنها بختیاری، قوم بزرگ بختیاری، بلکه پهلوانان عزیز و نامآوران سرزمین ایران و خوزستانی، کسی که پای خوزستانی ها و ورزشکاران خوزستانی رو به المپیک باز کرد و ورزشکاران عزیز خوزستانی رو به دنیا معرفی کرد. جهان پهلوان استاد عزیز منگشتی امیری که ما الان در خدمتشون هستیم. استاد خیلی ممنون و متشکرم از میزبانیتون. ایشون بیشک یکی از نامآوران و اولین های نه تنها هفتگیر بلکه مسیح سلیمان و استان خوزستان هست و به این دلیل هم از جهان پهلوان اردشیر شمس درخواست کردیم و خواهش کردیم که ایشون تشریف بیارن، چون ایشون تنها کسی هستن که فعلا در قید حیات هستن و خدا بهشون سلامتی بده، غیر از اون اساتیدی که در واقع قید حیات نیستند و به رحمت ایزدی پیوستند. ایشون همیشه در کنارشون بودن در میادین ورزشی، در مسابقات و المپیک ها هم رزم و هم سنگر و همراه ایشون بودن و ما خواهش کردیم که این عزیز بزرگوار هم همراه ما به اتفاق گروه تلویزیونی همدرنگ خدمت های استاد منگشتی امیری برسیم. به نام خدا، منگشتی امیریان هستم، متولد هفکلم، اصالتم بختیاری چالنگم. ورزش وزن برداری رو در هفکل شروع کردم، در مسابقات مناطق نفخیز شرکت کردم، قهرمان اول مناطق نفخیز شدم. من از 7 سالگی کار کردم، از 7 سالگی تو باشگاه شرکت نفت کار کردم به عنوان توپ جمع کن، تنیس توپ جمع کن. شما تنیس بازی میکردی، من توپ جمع میکردم، به جایی که جنابالی خم بشی توپت ورم داری میگفتم ساب توپ میداد. تا سن 14-15 سالگی تو باشگاه کار کردم تو هفتکل. بعد از 14-15 ساله
یک از اعضای باشگاه با من بد رفتار کرد، من برخورد بد بهش کردم، من از باشگاه اخراج کردن، باشگاه خیام 740. بعد مسئول یه نفر در هر تو جلسه بود، رئیس حفاظت در منطقه 740 بود. بعد تو بعضی اعضا گفته بود که من اینو میخوام برای نگهبانی. خوب توجه کن، من تو سن 14-15 سالگی من بردن نگهبان چاهای نفت بیرون از منطقه 740 کردن. من با این وصف تحمل کردم. خب چون مجبور بودم، پدرم کارگر شرکت نفت بود، عمرشو به شما داد. من یه برادر داشتم، برادرم پیش آهنگ بود، توجه کردی، کار نمیکرد ولی من کار میکردم. بعد من مسئولین تو مسابقات مناطق نفتخیز دیدن، انتقالم دادن از 740 به مشسلیمان. من بردن پشت برج، میدونی که پشت برج بله. یه خونه بهم دادن با امکانات خوب. من کردن رئیس امور ورزش شرکت نفت منطقه مشسلیمان. بعد مسابقات قهرمانی کشور که میرفتیم و اینا، قهرمان اول ایران شدم. خب خودت هم میدونی، اول تو استان خوزستان میان انتخابی میذارن، بعد کسی که انتخاب میشه میره برای قهرمانی کشور. تو قهرمانی کشور میره. اولین مسابقه من تو اصفهان شروع شد، قهرمان اول ایران شدم. بعد 10 سال پی در پی تو 2 وزن، تو 82.5 آقای شمس میدونه، تو 82.5 و تو 90 کیلو قهرمان اول ایران شدم. انتخاب شدم برای تیم ملی ایران، توجه کردی. بعد رقیب منم 2 نفر بودن، یکی جلال منصوری خدا رحمتش کنه، عمرش رو به شما داده، قهرمان جهان بوده. من اونو گرفتم تو یکی از مسابقات انتخابی که در تهران انجام میگیره. میدونید قهرمانی کشور وقتی که افرادی که در سطح ایران اول میشن، برای اردوی تیم ملی ایران هم چیکار میکنن؟ یه مسابقاتی ترتیب میدن دیگه. شما میدونید تو ورزش واردید دیگه. بله. من دیگه چند سال پی در پی قهرمان ایران شدم و چندین مسابقات هم آسیایی هم جهانی هم المپیک نه، توجه کردی؟ بله. شرکت که جهانی شرکت میکنم، عناوین به دست می آوردم، 5م 6م 7م قهرمان جهان میشدم، ولی اول و دوم و سوم هیچ تو کارم نبوده اینا. خب بعد آخرین مسابقه من که دادم تو لهستان قهرمان اول ایران شدم، انتخاب شدم برای کجا؟ برای المپیک. انتخاب شدم برای المپیک که در ایتالیا 1960. بعد تو المپیک روم شرکت کردم، نفر 5م روم شدم، 5م المپیک شدم، 5م 6م المپیک شدم. خب دیگه بعد از اون اومدم و خوشبختانه استادم خیلی خوب استقبال کردن، خیلی خوب به من توجه کردن، علل خصوص مشسلیمان، مخصوصا مردم مشسلیمان. من ضمن این که تولد 740 هستم، متولد 740م، بزرگ شده 740م، وزنه برداری تو 740 زیر نظر مرحوم نادر حیدری که از مربیان و داوران برجسته کشور بوده، خدا رحمتش کنه، روحش شاد باشه. بزرگ شدم من انتقال دادم به مشسلیمان. مسئولین مشسلیمان توجه خاصی نسبت به جوانای اون زمان داشتن که یکیش من بودم. در مشسلیمان ما قهرمان شنا داشتیم، قهرمان 2 میدانی داشتیم، قهرمان فوتبال. خب بدونید تیم مشسلیمان، بچه مشسلیمان باشید شما بهتر میدونید دیگه، همیشه مشسلیمان در سطح برجسته و خیلی خوب بود و اینا. ولی خب دیگه بعدش من قهرمان جهان شدم، بعد قهرمان المپیک شدم، بعد از اون دیگه قهرمان اول آسیا شدم و دیگه بعد از اون دیگه خب سنم به بالغ بازنشسته شدم. الان اومدم تو اهواز. بچهای منم اصلا تو تهران هم. آفرین. من بختیاری هستم، چالنگ هستم، متولد عرض کردم خدمتتون 740م، توجه کردی؟ ولی اصالت خود رو نمیتونم من دست بدم. الان بچهای من اومده بودن تو تهران، خب من وقتی رفته بودم مثل که زندان بودم. الان خوشحالم شما بختیاری هستید، با من داری صحبت میکنی. میرم بیرون از این خونه، میرم بیشینم در اینجا، اثرات بختیاری ها میان دورم جمع میشن. ما گشتی چه میکنی؟ کجا هستی؟ کجا میخوای بری؟ چه بگم؟ هیچی. همین که شماها رو ببینم برای من شاده، برای من زندگیه.
ولی خوشحالم از اینکه بالاخره من هیچ وقت نمیتونم اصالت خودم از دست بدم. استاد چرا بختیاری‌ها بیشتر حالا علاوه بر رشته وزنه برداری رشته‌های ورزشی که به اصطلاح سنگینن و یه مقدار قدرتیان بیشتر تو اینا موفق‌ترن؟ برای که قدرتمندن، برای که مجید سلیمانی تعصب ملیتش خیلی داره. اگرم آدم ضعیفی باشه ولی خودش با آخرین نیروی بدنی خودش اول در سطح کشور میکنه. بختیاری نسبت به وطن خودش، نسبت به تعصب و نسبت به زحمات زیادی که داره میکشه، میخواد نتیجه بخش باشه. بختیاری متعصبه. بختیاری نسبت به میهن خودش، به وطن خودش، به ایالت خودش، به نسل خودش بیشتر از همه مهمتر تعصب داره. اینه که ما الان تو مجید سلیمان 2 میدانی داشتیم، شنا داشتیم، وزن برداری داشتیم، کشتی داشتیم. آقای شمس میدونه، توجه کردی؟ همش قهرمان اول ایران، قهرمان اول پینگ پونگ بود، قهرمان اول ایران میشدن. شنا مجید سلیمان، پینگ پونگ مجید سلیمان، کشتی مجید سلیمان، فوتبال که در سطح کشور شما باید بدونید دیگه الان در سطح کشور بودن. چرا؟ چون بختیاری تعصب وطنش داره، تعصب ملیت خودش داره. من 10 تا قهرمان اول ایران شدم، یکی قهرمان آسیایی شدم، جهانی نه، جهانی 5م و 6م شدم، المپیک هم 6م شدم. بعد همشون طلا بودن یا نه؟ بله، چون من گفتم موقعی که با من مصاحبه کردن مثل جناب علی باباطان، گفتم من خوشحالم از اینکه دروازه المپیک را به استان و خوزستان خودم باز کردم. قبل از شما کسی نداشتیم؟ هیچ کس نبود. نه. بسیار. توصیه‌تون به جوانهای ورزشکار بختیاری چیه؟ بختیاری چون تعصبش نسبت به ملیت خودش خوبه، به وطن خودش، به مقامهایی که در سطح ایران باید به دست بیاره بیشتر میجوشه. که خودم هم یکی از کوچیک بختیاری ها هستم. از مسئولین ورزشی و از مردم چه تقاضایی داریم؟ از مسئولین ورزش امروز؟ بله داریم زیاد. خیلی. تقاضاتون چیه؟ خواستتون چیه؟ خواسته من اینه که هرچی استانم توجه خاصی نسبت به جوانای این امروز بکنن، امید اینه که مطمئن باشن که هیچ کدومشون بدون مقام نیستن، همش مقام میارن. دیدن این تصاویر یادآور رنجها، سختیها، شیرینی و تلخیها می باشد که در طول 30 سال به طرف کسب افتخار برای وطن، استان و شهرم متحمل شده‌ام و تداوم زندگی را برایم ایجاد نموده است که حال حاضر نگاه به این میکنم و به برگشته به دوران جوانی خودم برمیگردم و یادی به اون زمان میکنم. امیدوارم جوانای امروزی و ورزشکارا و قهرمانا من زندگیشون همیشه اخلاق و رفتار بزرگون و پهلوانای نامی و سردیار این مملکت سرمشق و الگوی خودشون قرار بدن تا فرهنگ واقعی جوانمردی و پهلوانی حفظ بود. به امید سربلندی و سردیاری ایلمالمون تا یهم درنگ دیگه، خدای مهربون پشت و پناهتون.